محمد یک توضیح بده در مورد این غذا. غذا برارم غذای سنتیه، نه دانه با غذا لکردن. ایره در هندوستان درستونه. خب بعد دیگه ما چیز کردیم غذا رو درست منم. پرس چنده؟ پرس اینا گرونه. هر کسی نمیتونه بعد معده سازگاری داشته باشه. این غذای سنتی. با خود حالش بدش. اسمش چیه سوسته؟ میرزا قاسمی. ولی ما گذاشتیم میرزا محمد. این غذای میرزا محمد. محمد درست کرده، مرا غذای میرزا محمد. استاد الله غذا رو درباره تمپراتور بادها درست میکنه یا درسته؟ بله با سرکار خانم یانگو. بله یانگوم براشون اسمش خانم. در اصل غذای تمپراتور است درسته؟ بله این شاگرد خوبی است. کمتر کسی از این غذا رو میخوره. بله این شاگرد خوبی. چی شد که این لطف کردی با ما؟ استاد غذا رو ما درست کردی؟ دیگه دیم بنیا نیست برا مردم بنیاش ضعیفه. بدم من 4 سه کباب بخورم باید 250,000 گفتم میشه یک با 50,000 تومان خود من غذای درست کنم مخرم حالش میکنم. خیلی بهتر و خیلی بهداشتی بهداشتی که دیگه بهداشتی ولی بهتره. بهداشت خط قرمز شماست درسته؟ بگذاری بشه باید لیوان یک جا که چیز نره کسی نه چون ما بهداشتی